سلام به دوستان و سلاطین عزیز. خیلی خوش اومدیم به یه آموزش اصول دیگه با ایمان BND. امروز اومدم یه آموزشی به شما دوستان یاد بدم با دیش 110 سانتی که دارین تو تصویر میبینین. روی چی عزیزان؟ روی موتورگردون. اومدم به شما دوستان عزیز روی موتورگردون با دیش 110 سانتی رو آموزش بدم. دارم توپق میزنم شما دوستان. عذر میخوام. خب میرم با هم دیگه این آموزش کامل رو به صورت اصول به شما دوستان عزیز بگم. به یک صورتی میخوام آموزش بدم که مثل باقلوا یاد بگیرید. خب اول از همه که میریم موتورمون رو بستیم روی دیش. این درجه شرقی و غربی شهرمونه. جهت جغرافی شهری که زندگی میکنیم ما جنوب هستیم. 27 و نیم بستیم. بستگی به شهر شما داره، میشه 30 باشه 31 باشه. به این صورت شما باید موتورتون رو ببندین. خب ما موتورگردون رو میخوام روی پایه از قبل مشتریمون پایه بسته واسه دیش معمولی همجور که داریم میبینین. یه تگ جد یاست رو نصب کرده، ما دیشمون رو باید باز کنیم. این پایه گج زدن، پایه به صورت اصولی و تراس شده بوده. خب ما دیش موتورگردونمون روی پایمون رو بستیم به صورت که داریم میبینین. ما حتما باید این چون موتورگردون سنگینه، دیش 110 سنگینه، زیرش حتما باید یه بسته شه، یه گیره. ما گیره دیش قبلی رو بستیم. همونجور که می‌بینین دیش تا جایی که باید صفر باشه دوستان که به راحتی بتونیم به چپ و راست کنیم. حتی دیشمون هم باید بالا و پایین شه. خب بریم LMP هم به شما دوستان عزیز بدیم. ما مرکزیت یاست میخوام بذارم به شما دوستان. مرکز یاست LMP ساعت 6 یا همون صرفیش به روی پایینه. از این نما که داریم می‌بینین راحت صرفیش به روی پایین باید باشه. ساعت LMP مون 6، نه ساعت 7 نه ساعت 8، حتما با ساعت 6 باشه. خب سیم فاندرمون رو میبندیم که میخوام اون فایندر تصویری اینجا با آموزش بدیم. میریم توی فاندرمون رو روشن کنیم. سعی می‌کنیم تا فاندرمون روشن شه و همین صورت که داریم میبینین با فاندر روشن شد. سیم فاندرمون هم بزنیم. یکم چون فیل برداری خودم دارم میکنن تنها دستمه یکم سخته برام. خب بریم توی سطح. خب مرکزیت ما یاسته، باید ماور یاست رو انتخاب کنیم. از قبل ما ماور یاست توی فاندرمون رو ثبت کردیم. خب ماور یاست میزنیم. فرکانس قوی یاست دوستان 11881 ورتیکال یا همون عمودی 27500. ما میان 11881 رو انتخاب میکنیم و برگردیم. فرکانس قوی ماور یاست 52.5 55 ممیز درجه انتخاب میکنیم. خب بریم دوستان به شما دوستان همونجوری که اول کلیپ گفتم مثل باقلما خود دوستان. خب جهتمون اول ما بیاریم دیش، سر دیش رو میاریم بالا همونجوری که داریم میبینین. سمت یاست سر دیش خارجه میاد بالا. خب به سمت شرق میبریم. 52.5 شرقی هست یاست. باش بازی میکنیم تا همونجوری که همونجوری که داریم میبینین. بله فاندر هم نشون بدم. فرکانس خوبی دریافت کردیم، فرکانس 91. خب الان ما فرکانس رو دریافت کردیم. بریم پیچه بغلش رو که با چار 14 تو دیشش 110 هست. با چار 14 باید ما پیچش رو صفر کنیم. ماره ها رو فرکانس قابل قبول 91-92 درصده. پیچه شما اینجا صفر میکنیم که تکون نخوره، بالا پایین نشه. هم پیچ چپ هم پیچ راست مراشو تا جه صفر میکنی که دیش به هیچ عنوان دیگه تکون بالا پایین نره. فقط میمونه پیچای پشت موتورگردون که هنوز باید ثابت باشه که چون باش کار داریم. میخوام به یه صورتی به شما دوستان حتما بگم که راحت بتونید یاد بگیرین دوستان. تا آخر این کلیپ همون همراه باشین چون نکات مهمی هست تو این کلیپ. خب یه ذره سرشو بالا پایین میکنیم، یه ذره به چپ به راست که فرکانسمون بالاتر بره. خب اوکیه، فرکانس رفت بالا. همونجور که می‌بینید فرکانس قابل قبول 86 87 هنوز باش کار داریم. فرکانس بالاتر هم میاد. یکم سیمون داره اذیت میکنه، سیمون رو درست کنیم. خب سیمون درست کردی. فرکانس 86 درصدش. خب
خب LMP رو تکونیم بالاتر میره یا نه اومد پایین. LMP رو سر جاش میاریم دیگه. خوبه فکر کنم فرکانسش بالاتر 86 از 7 خوبه، ولی بالاتر هم میاد. یکم دیشو تکون میدیم. خب 87% قابل قبوله. به ریاست بالاتر هم میره دوستان، با دیش 110 سانت احتمالاً بالاتر از اینم میره. خب ما اینجا اول از همه میام چیکار میکنیم دوستان؟ شما گفتم مثل باقلا آقا یاد بدم. میام اول سیم ریسیور، از ریسیور که اومده سیم برا بالا، سیمو بس میکنیم به روی جایی که نوشته ریسیور، دستگاه ریسیور نوشته، سیمو نصب میکنیم، ریسیور رو روشن میکنیم. خب میریم جهت بعدی که جهت بدر 26 درجه رو میگیریم. خب اول ما اینجا تست شبکه زدیم، همونجور که میبینیم فرکانس شبکه جم یا فرکانس 11880 ورتیکال 27500 با سیگنال 87% قابل قبول. فرکانس خیلی خوبی هم هست. خب میریم بدر رو ما اینجا تست بزنیم، بدر هم بگیریم. بدر هم فرکانس 11881 H هم هورزینتال 27500. خب روی فاندر بدر رو میذاریم و میریم واسه گرفتن بدر. خب همچنین که این دکمه چپ و راست دیشگردن رو حتما شما دوستان عزیز میبینید. خب ما اینجا باید دکمه رو بگردونیم تا جایی که حالت 26 درجه بیاد. خب اینجا موتورم تکون میدیم، به چپ یا همون شرق میاریم، به راست میاریم، یه ذره دیگه موتور رو میگردونیم با دست، مثل حالت دیساک اگه دیده باشین همچین حالتیه. خیلی هم راحت میتونیم بیاریم. حالا دیشمو میاریم به حالت چپ. خب دوباره باز میچرخونیم تا جایی که چه راحت پیدا شه. راحت نترسین، یا صد به هیچ شما تکون نمیخوره. همونجور که میبینی فرکانس ما اومد، فرکانس قابل قبول 89%. همونجور که داری میبینی 89% توی تصویر، چون یکم تارم هست. فرکانس 11881 هورزینتال یا H فرکانس قابل قبولی هم هست. همین که میبینیم به این صورت قرار گرفته. بله فرکانس 89%. سیگنال خوبی هم داریم. ما بریم تست شبکه رو هم بگیریم. ما هم اینجا از نگذنم بریم تست شبکه رو بگیریم. بله این هم از تست شبکه، نه بدون پارازیت. فرکانس 89. ببخش من فرکانس میگم، سیگنال 89-90 قابل قبوله. بریم تست شبکه‌های 12303 H 32000 هم ببینیم با هم. همونجور که اینی استان مازندرانه به این خوبی. فرکانسش هم عالی، روی 91. بله خب الان میریم ما آخرین ماوری که میخواد توی مدار بندازیم. ما اینجا ماور یوتلست 7 میریم توی مدار بندازیمش و همون صورتی که بعد رو توی مدار انداختیم. خیلی ساده دوستان، با چند بار تمرین کردن راحت یاد می‌گیریم. ما این فرکانس یوتلست رو 12262 H 27500 انتخاب میکنیم. سیگنال خوب و قوی و قابل قبولیه. خب این همون که بعد گرفتیم، دکمه چپ و راست موتور گردونمون رو میگیریم و حتما دکمه سمت راست رو بگیریم چون سمت شرقه. تا جای میچرخونیم که به حالت بیاد پایین. خب یه ذره بالاتر میاد. همونجور که اونی فرکانسمون به این راحت اومد. فرکانس خیلی خیلی قبول. سیگنال 85%، 86% دوستان. همونجور که توی تصویر میبینین. خب سیگنال 77%، 87-88 سیگنال قابل قبول. خب ما اینجا تو مدارش به راحتی قرار دادیم دوستان. ببینیم با هم دیگه ماوره خوب هاتبرد رو باید ببینید درصدش چقدره. ماوره بعدی ماوره هاتبرده. این دیش 110 دوستان مشتریمون واسه هاتبرد خریده، میخواد ببینیم هاتبردش قوی میشه یا نه با دیش. خب ما تست شبکه یوتلست هم بگیریم. فرکانس 85، سیگنال 85، مساوی میکنه سیگنال 85. سیگنال خیلی خیلی قابل قبولی هم هستش. خب بریم ماور بعدی، ماور هاتبردمون هم به دوستان عزیز بگیریم.
دوستان حتما تا آخر کلیپ با من همراه باشین. 2-3 بار این کلیپ رو ببینیم راحت میتونیم بیاریم. بعضی دوستان ما نگاه میکنن کلیپامون 1500 2000 تا ساب نمیکنن، لایک نمیکنن. خب اگه دوست داشتین لایک کنین. خب میریم آوره هاردور فرکانس 11337 اچ یا همون اورزینتال 27500 بگیریم. خب برمیگردونیم سمت غرب یا سمت چپ. همونجوری که ببینید سیگنالمون راحتی و چون تو مدار افتاده دوستان راحت نه دیشو نمیخواد چپ و راست کنیم. خب اینجا ببینید سیگنالمون 71 72 بازم جا داره، ما میبینیمش بالاتر. صبر کنید دوستان عزیز، با شما کار دارم. میخوام انواع LMP رو به شما دوستان بگم که چه LMP قدرتمندی داریم. خب همونجوری که میبینین خب الان اینجا ما خب کارمون تموم شده. بریم پیچای پشت موتورم صفر کنیم دوستان. حتما یا به صورت طوری صفر کنیم بالا و پایین که هیچ تکون نخوره دستون. اگه به موتور باشه یا باشه که چپ و راست. همونجوری که می‌بینید فرکانس هاردور 78 چه صفر کردی؟ بله 77% ما سیگنال داریم. خب اینجا دوستان یه بلک اولترا اینورتو بلک اولترا داریم، میخوام عوضش کنیم با اون. ببینیم تی 810 قوی تره یا بلک اولترا. خب بریم ما LMP رو باز کنیم اونو بریم سر جاش. خب همونجوری که می‌بینیم ما بلک اولترا رو بستیم، یا نمیدونم سناتور فکر کنم بلک اولترا با دوستان یه سناتور، من درست نکردم فکر کنم بلک اولترا سناتور باشه. بله فرکانس 1137 همونجوری که می‌بینیم سیگنال 85%. ببینیم فرکانس ضعیف 10719 ورتیکال 27500 رو تست کنیم. بله دوستان به این راحتی 76-77% بالاترین فرکانسی که ما می‌بینیم داره میاره. با دیش 110 خیلی خوبه، خیلی فرکانس عالی و به قابل قبولی هستش. ما میتونیم راحت این فرکانس رو دریافت کنیم، تمام فرکانس های حتی 4K هاردبرد رو. خب به این صورت که داریم میبینیم ما نصب کردیم موتور گردونمون رو. خب از این نمام ببینین الان سر سمت هاردبرد هستیم. بریم پشت دیش هم به شما دوستان نشون بدم. خب این درجه همچنین که ببینید تو ما جنوب هستیم 27 تو نیم یا 27 و 1. این پیچاشه دوستان صفر کاملا صفر. این خود موتور و درجه بندی درجهشو حتما باید رو ما تو جنوب 27 جایی که ما هستیم بندر عباس دوستان 27 و نیم قرار داده. شاید شهر شما مثل تهران باشه 31 32 36 رو همون درجه باید بسته شه. خب اینم از این که تراز شده، ما میاره رو به صورت تراز شده کار کردیم. زیرش هم یه بست دیش قبلی دیش 90 سانت رو بستیم که دیگه پایین‌تر نیاد. تو دیش 110 سنگینه، باید حتما روی پای میله میبندین، حتما این داشته باشیم. خب بریم تست شبکه رو میخوام ببینیم، میخوام بگردونیم شبکه ها رو. خب ببینید توی مدار افتاده یا نه. بریم تست بزنیم که واقعا توی مدار هست دیشمون یا نه. خب الان اینجا با چه کار کنیم؟ باید درجه شرق غربیه ببینیم تو چه مداری افتاده. تست بگیریم ما اول یه تست شبکه میگیریم. بله همونجوری که می‌بینید فرکانس 82 83 راحت سیگنال داره میاره بالا. 757 عالی. یه شبکه دیگه هم تست بگیریم نه میاد بالا یا نه. خب ما تست کردیم شبکه عالی و خوب بود. خب سیم فاندرمون باز کنیم. ما اینجا سیمی که از LMP میره زیر موتور رو ببندیم و سیم فایندر میزنیم به موتور که ببینیم توی چه مداری افتاده. مدارش رو باید اینجا ما مشخص کنیم یا همون درجه ما توی شرق و ما شرق و شمال میشیم. اینجا بگم شرق و شمال هستیم. این درجه شرق و شمالی رو بگیریم. خب سیم فایندرمون رو بزنیم. خب دوستان حتما سیم فایندر و سیم LMP رو اشتباه جا نزنیم دوستان عزیز. به این صورت که داریم زیرش نوشته LMP و ریسیور، دقت کنید سیمش رو به اون صورت جا میزنیم راحت بدون درس. خب بریم توی فایندر ببینیم توی چه مداری افتاده. مدار هاردور که 13 درجه است.
درجه شرق غربیشو بدیم. خب توی منو فاندر میریم، تنظیم موتور، توی ریسیور هم به همین صورته. خب فرکانس 775 H 29900. خب موقعیت رو میزنیم اونجوری که ببینید دیشمون رفت سمت راست، نه ببخشید سمت چپ. شما دیشمون سمت شرقه، باید بیا سمت راست. خب اینجا درجه رو بالاتر میکنیم، طول جغرافیایی رو باید بالاتر بزنیم دوستان. همونجوری که طول جغرافیا محلیمون 27 و نیمه. طول جغرافیایی میبینین خب طول جغرافیایی 55 نیست. تا اینجا که هنوز فرکانسمون نومده، سیگنالمون نومده، بازخواهی میکنم. خب اینجا رو موقعیت دوباره میزنیم، بریم یک جهت دیگه بزنیم، 59 انتخاب میکنیم. همونجوری که میبینیم باز هنوز نومده. خب اینجا ما از زیر موتور میزنیم، بله ببینید درجهش خیلی بالاتره طول جغرافیمون. خب میدونی 72 ببینید چه موقعیت رو میزنیم، 72 هم باز کمه هنوز. خب بریم بیشترش کنیم، 73 رو بزنیم تا کنم این چی میشه. 71 زدیم، اشتباه زدیم، بریم 0. خب 72 باز. خب اینجا سیگنال میبینی سیگنال اومد، باز کم سیگنالش، باید بیشتر شه سیگنالش. ببینیم 74 کنیم چی میشه. 74 خیلی زیاده. خب 73 خوبه، مطلوب سیگنال 73 ممیز 2. 73 ممیز 2 رو انتخاب کنین. این بالاتر میری یا میاد پایین، موقع میذاریم. بله اینجا که ببینید 82 سیگنال واقعا خوبی اومده، 82%، 775. خب موقعیت رو ذخیره میکنیم، میریم تست ماهواره دیگه میگیریم. ما تست ماهواره بعد رو بگیریم یا یوتلست. خب یوتلست رو میگیریم، این تو مدار افتاده یا نه. خب میزنیم به چرخه. خب فرکانس 721 H 22000 میزنیم. همونجور که میبینین رو موقعیت راحت چرخید، 97 سیگنال 97 راحت آورد بالا. همونجور که گفتن سیگنال واقعا بالاتر میره، چون ما LNP رو عوض کردیم، LNP بلک اولترا رو انداختیم روش. بریم ماهواره بدرم ببینید تو مدار افتاده یا نه. فرکانس 11881 ورتیکال H 27500 بدیم، چون همونجور ما میزنیم راحت. خب بله همونجور که میبینین افتاد 94